در جماعت دیوتی شینگ شهر پنجکند واخوری انتخاباتی نمایندگان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت برگزار گردید. در ملاقات سابقه‌داران مهنت ساکنان دهات شینگ اشتراک نمودند. در آغاز ملاقات رضایف ابلاغقل رئیس تشکیلات سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند سخنرانی نموده 1 دقیقه خاموشه بهر پاس داشتن خاطر سابقه‌داران جنگ و مهنت اعلام نمود. با ارائه قرار وکیلان انتخاب کرده شده. در ادامه رئیس تشکیلات سابقه‌داران جنگ و مهنت دهات شینگ از فعالیت این تشکیلات در جماعت اخبارات داد. سابقه‌داران محترم، حاضرین گرامی، از روز برگزاری مجلس حساباتی انتخاباتی شورای سابقه‌داران جماعت دهات شینگ 3 سال سپری گشت. تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران در دوره حسابات فعالیت خود را در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره سابقه‌داران و آیین‌نامه تشکیلات وتران‌های جمهوری تاجیکستان عملی نموده بهر بلند برداشتن نفوذ و موقع تشکیلات ابتدایی در حیات اجتماعی سابقه‌داران جنگ و مهنت تفرق نمود. همساله تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران بهر در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فعالیت می‌نمود. سوال و جواب و بررسی بعضی از موضوعها برای 5 سال دیگر رئیس سابقه‌داران جنگ و مهنت در جماعت دهات شینگ شریپوف رحیم قل انتخاب گردید. همچنین رئیس تشکیلات سابقه‌داران جنگ و مهنت در جماعت دهات شینگ شریپوف رحیم قل برای فعالیت‌های پرثمر و نظررس از جانب شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند افتخارنامه داده شد. تاکید گردید که همه این توجه و دستگیری و غمخواری ها نسبت سابقه‌داران محض از جانب حکومت کشور و مقامات اجرایی دولتی شهر صورت گرفته این قشر جامعه مورد دستگیری همیشگی قرار دارند. در تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران جنگ و مهنت جماعت دهات شینگ در عین زمان 103 نفر سابقه‌داران به قید گرفته شدند که شورای سابقه‌داران منتظم از حال و احوال آنها باخبر شده و آنها کمک عملی می‌رساند. در زمان فعالیت کاری شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت جماعت دهات شینگ سال 2018 1 جلسه حساباتی انتخاباتی و 2 شورای سابقه‌داران، سال 2019 2 شورای سابقه‌داران و 1 جلسه حساباتی، سال 2020 1 جلسه حساباتی و 1 شورای سابقه‌داران گذرانیده شد. در رفت این جلسه حسابات‌ها که طبق نقشه کاری و چاره‌بینی‌ها در نظر داشته شده بود با پررگی اجرا گردیده عاید اجرایش آن با رئیس شورای سابقه‌داران شهر پنجکند محترم رضایف ابلاغقل حسابات ارسال گردید. تشکیلات ابتدایی سال 2020 با وجود پاندمی کووید 19 که کل مردم سیاره را به تهلکه انداخته بهر در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سفربر نمود. سابقه‌داران جماعت دهات شینگ رو افتاده نگردیده حالات خود را خوب براه ماند. در جریان ملاقات همچنین وابسته به فعالیت تشکیلات در حدود شهر تربیت جوانان امروزه در روحیه وطندوستی و خودشناسی روند کارهای سازندگی و بنیادکاری با استقبال سزاوار جشن مقدس ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور، سالهای جنگ بزرگ وطنی و دوره‌های بعدی آن حرف زده شد. باعث ذکر است که از جانب حکومت کشور و در این زمینه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر شخصان سابقه‌دار و خدمت نشان داده پیوسته مورد توجه و دستگیری قرار داشته در عرفه هر عید و ایام آنها عیادت کرده می شوند. از جمله در این روز نیز چنین اشخاص سابقه‌داران از جانب شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند عیادت نموده شد. تشکیلات سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند از آن جمله جماعت دهات شینگ وظیفه یکتا ما باید جوانان نوجوان در روحیه وطندوستی در روحیه گذشتگان تاریخش فراموش نکردن در همه روحیه آدم و آدمگری تربیت کردن با رفتار خود با کردار خود با سخنهای خود
باید گفت که هیئت کاری تشکیلات سابقه‌داران جنگ و مهنت در جماعت دهاتی شین از 9 نفر عبارت بوده. آن 103 نفر سابقه‌داران جنگ و مهنت را در حدود جماعت متحد می سازد. در برابر این منتظم، معیوبان و یتیمان و دیگر قشرهای نیازمند جامعه همیشه مورد دستگیری قرار دارند و به آنها کمک‌های گوناگون رسانیده می شود. در برابر این صاحبکاران و شخصان سخاوتمند و از جانب تشکیلات اداره ها نیز به سابقه‌داران و دیگر قشر نیازمند جامعه کمک‌های گوناگون رسانیده می شود.